این اشتباه بزرگی بود که شاه کرد و اجازه نداد کسایی که چپگرا در ایران هستن حرفشون رو بزنن. اگر اینا حرفشون رو میزدن در 6 ماه اول یه جاذبه اجتماعی شدید پیدا میکردن، بعد یواش یواش دوزاری مردم میافتاد که خب بالاخره اینم یه نیروی سیاسی و باید طرفداران ثابت خودش رو داشته باشه، نمیتونه نظریه‌ای برای همه باشه. ولی به دلیل اینکه این جریان قدغن بود در ایران و به شدت سرکوب میشد، یک سمپاتی و یه حالت شدید همدردی ایجاد کرده بود بین تمام اقشار جامعه. بله همه دوستان دارم میشنوم. افتخار میکنیم آقای فناهی اینجا بچه ها دست به دست هم زدیم میخوایم که نخل طلا برای قربونه اخبار شما رو ما از طریق 2-3 روزنامه اینجا میاد دنبال میکنیم با همه همراهانی کنیم که دیدم توی هفته که همه این بریا رو گفتون همون بریا، ولی برای ما یه غروری عزیزم، برای ما یه پرچمی، برای ما یه نشانه هستی که ما راه رو گم نکنیم. آفرین قربونتم، خیلی لطف کردید، خیلی خوشحال شدم. مرسی. نه بابا مگه میشه. آقای نوریزم همه دوستانی که ما بزرگی نبا ما باید این کارو کنیم. ببخشید در برابر تک شما تحصیل میکنم، واقعا میگم دوستتون دارم، واقعا میگم با امید روزهایی در تبوتابم که وطنمون رو آزاد ببینیم و روزهای درخشانی رو برای سرزمینمون پیش بینی میکنیم، میبینیم، آرزو میکنیم با شما و حضور شما و عزیزانی چون شما دوستتون دارم. من فهمید شما من شدم و واقعا میگم باورم نمیشد. خدا شاهده فکر میکردم آقای فناهی الان توی پاریس با شرکت‌هایی که پخش کننده هم داره مذاکره میکنه از این کافه به اون کافه، از اینجا به اونجا، ولی یه دفعه قاپلگیر شدم. آفرین. تشکر ازت. مرسی.
از جمع شما مردمان از جمله امتیازات ایشون رئیس جمهور نماز جمعه‌ای بود. تو اون شرایطی که دیدید برای ما هم حوادثی پیش آمد، خودش جز اولین کسانی که بعد از اون حادثه در نماز جمعه ما حضور پیدا کرد و نوازش میکرد. میترسید که ما ضربه خورده باشیم، از صحنه عقب نشینی بکنیم. عامل لي فيها خامنائي بنفك الرنش. شوفوه، هذا معلمكم، هذا معلمكم بعد سحركم. سردينك